تصویرسازی چیه و یه تصویرگر چی کارا میکنه؟ تصویرسازی یعنی طراحی کردن کاراکتر، فضا و یه داستانی برای انتقال یه پیام مفهومی. مثلا ما یه داستانی داریم میخوایم طراحی بکنیم، شخصیتاشو، فضاشو، رنگاشو و روند داستان رو به این میگن تصویرسازی. و اگه بخوایم یه تصویرگر بشیم میتونیم توی کار و دانش و فن حرفه‌ای توی این رشته تصویرسازی دیجیتال رو انتخاب کنیم و چیزایی که توی این رشته یاد میگیریم طراحی رنگ، مبانی رنگ و یه سری نرم افزارا رو یاد میگیریم و میتونیم توی مقطع کارشناسی و ارشد هم این رشته رو ادامه بدیم. و در نهایت ما یه تصویرگر هستیم که میتونیم برای کتاب کودک تصویرگری بکنیم، برای انیمیشن، بازی سازی و جلد مجلات یا یه سری مجلات الکترونیکی و تولید محتوا برای فضای مجازی و اینکه به صورت فریلنسری پروژه بگیریم و کار بکنیم و حتی میتونیم یه سری تصاویر و داستانهایی رو که شخصی هستن رو تصویر سازی کنیم و از این مسیر کسب درآمد کنیم و حتی آموزش بدیم.